وزیران هم دا چیغی وی، ژورنالیستان هم دا چیغی وی، ولس هم دا چیغی وی که او افغانا پاکستان حمله کرده بزنه. او انسان بدبخت، تو خو مرا بی‌دفاع ساختی. ما که توسط چی بزنم؟ تو خود تیاره مرا این گونه فروختی به طول آهن. تو خو اسکارت و لونا و راگان مرا این گونه فروختی به طول آهن. تو خو تانگ مرا این گونه عرق دی که تو چی بزنم؟ تو خو تیارای جیت مرا این گونه پرچه کردی و به طول آهن فروختی که تو چی بزنم من؟ تو خو این گونه با پکول رفتی همه چیز مرا نابود ساختی. به زور بیگانه، به هزار فتنه، به هزار شر، به هزار فساد، به هزار جاسوسی و ورانزادگی نخستین کودتا را بالای داوود خان کی کرد؟ شما کردین. اردوی داوود خان کی تیتو پاشان ساخت، از بین برد، منحل ساخت؟ شما. آن هم به زور بیگانه. به می رقم شهید دکتر صاحب نجیب، اردوی شهید دکتر نجیب ببینین، قوی ترین اردوی آسیا را ما داشتیم. ولی کی این گونه برد؟ ای کیس؟ ای پاکولک یا کیس؟ اینو تو بار زده بردیش جوان. ای چیز؟ ای اسناد است. اینی لونا و اینی راگان اگر من می داشتم، حالا پاکستان جرات میکرد که مرا بزنه؟ باز تو به مسابه ما امی لحظه در امریکا هستم، خانه دوم است، مهاجر هستم، به تمام اصولش، به تمام قوانینش، به زبانش، به فرهنگش، به کلتورش مجبور و مکلف هستم که احترام بگذارم. ولی تو انسان نمک حرام خائن بیزه، ما افغان ها برتان پناه دادیم، همراه خود برتان خانه ساختیم، زمین برتان دادیم، کرد و پتی برتان دادیم، هویت برتان دادیم، عزت برتان دادیم، حیثیت برتان دادیم، پاسپورت برتان دادیم. عوض از این که او را زمین خود فکر کنین، خاک خود فکر بکنین، برعکس با پاسپورت ما افغان آمدی در اروپا و امریکا و فرانسه و در عربستان و پاکستان و در کشورهای مختلف نشستی چک چک میزنی که پاکستان برای تو افغانستان آزاد بساز از دست طالب. تو شرم نمیکنی چی پنجابی؟ ما در نخست گفتم از شما گلایه نیست، چون خونتان کثیف است، در خونتان خیانت است، پدرایتان خائن بود که اسنادش او روز برتان نشان دادم. بر تقدیر شورای تاجکان امریکا، شورای تاجکان کانادا، شورای تاجکان جرمنی، شورای تاجکان مچون فرانسه، شورای تاجکان برازیل از عقل و منطق بیخی بیغم شدین. حالا دست یکی کدین ویدیوهای ما را ادیت میکنین و دعیای جور میکنین، کوشش میکنین رقمی ما را کم بزنین. حالا شما کتاب متاب منبع دارین اون را پرتین، از یه چیز جور نمیشه. بر تقدیر انشاءالله بعد از رمضان باز هستیم با شما، هنوز سر فیلم است. ادامه بدین، یای در خدمتان است.